المیرا از دور دنیا یک عرابه داشت که رزقش را از آن می‌یافت. آن را هم دزدیدند. اینجا یک ماه ماشینی است که من عربه نکشتیستم. فقط میطلبم. زندگی همین گذر کنم میبرم. کار گفتیستم کار نیفتیستم. در اتوبوس گفتیستم که من چی بگیرم؟ چی میگه؟ کاندکتر بگیرم. من کار کنم. ایدم نشدیست. یکو جای نیفتیستم. المیرا شهروند قزاقستان است و اسنادش را گم کرده است. او از مقامات تاجیکستان خواسته بود برای تهیه حجت و رفتن او فرزندانش به قزاقستان کمک کند. جواب مقامات المیرا را دلسرد کرد. من امرای گفته که ای تاجیکستان تواشتگی برای همین تاجیکستانی گفت نمانده. گرانست که تاجیکستان گفت تواشتگی. رادیوی آزادی 3 ماه قبل روزگار سخت این زن را نقل کرد. آن وقت هم المیرا از مشکل اسناد، شرایط سنگین زندگی و نداشتن جای زیست قصه می‌کرد. بعد نشر این گزارش سفارت قزاقستان در دوشنبه المیرا را دعوت کرده گفته است آماده است برای انتقال او و 4 فرزندش به قزاقستان کمک کند. پدرش هم به سراغش آمد. پدرم آمد. بچه امکم اومد ای اومد ما یه قطعی گپ زدم اونجا رفتیم که گفت که گودکویا با اینترنت بسپاره خودم اینو جواب تا آماده شدن حجت و حل مشکلات حقوقیش المیرا مجبور است در تاجیکستان بماند. در حجره نیم ساخت گوهربی فراش بازار زندگی می کند. یک هفته شد امی زنک در بازار خواب بود. کودکش خانه خوردگی گریست. بعد مفتم خیر رفتیم خونه مده. من یک خونه دارم خونم سازه. مایلی بیا بریم همونجا میستیم گفتم. استالا ودا خواب میکرد بیچاره. یگان کس رش میداد خواب میکرد نمیدادنش با ستککش میگرفت میگشت بازار با بازار. این زنی 33 ساله در 4 سوی زندگی در مانده است. از یک سو میخواهد به وطنش قزاقستان رود، از سوی دیگر نمیخواهد از فرزندانش جدا زندگی کند. من اینجا خانه ندارم، جای ندارم. یک خانه بوده که خیلی خانه در زندگی کنم. یگان چیز ندارم. من فقط با طلبیدن و بچه کده روز گذشتن نمیشه. من از با طلب من عرب خرم زندگی ما بارم.